بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهد الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له و نشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبده و رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید در سایه الطاف فردا موفق و پیروز و سربلند باشید. با شما هستیم با برنامه دیگر از شرح معانی آیات کلام الله مجید با سوره مبارکه بقره. در برنامه‌های گذشته به همراه شما گرامیان تا آیه 25 از این سوره عظیم رو پیش رفتیم و در این برنامه هم بیارید روی مطالعه و همراهی شما گرامیان آیات 26 به بعد از این سوره رو به تلاوت خواهیم گرفت. الله متعال در آیه 26 می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. در آیات گذشته بعد از این که الله متعال قرآن کریم رو برای ما به معرفی گرفت، انسانها رو به سه دسته تقسیم کرد. در برابر قرآن کریم گروه اول کسانی بودند که به قرآن کریم ایمان می آورند، در آیات 3، 4 و 5 به اوصاف آنها پرداخت. گروه دوم کسانی که هیچ وقت ایمان نمی آورند و دلیل عدم ایمان آنها را در طول زندگی به آیات قرآن کریم ذکر کرد در آیه 6 و 7 در 2 آیه. و گروه سوم را الله متعال در 13 آیه برای ما معرفی نمود. بعد از این دو گروه اول منافقان، کسانی که ایمان نمی آورند به قرآن کریم اما به دروغ می گویند ایمان آوردیم، که به تفصیل الله متعال برای ما به خاطر خطر این عده 13 آیه رو بیان نمود و صفات اونها رو مطرح کرد و به تفصیل در این باره صحبت شد. در پایان الله متعال برای آنها مثالهایی زد که وصف آنها رو برای ما، وصف حال آنها رو بهتر بیان بفرماید. در ادامه اولین خطاب قرآنی رو داشتیم در آیه 21 که الله متعال تمام انسانها رو خطاب قرار داد و از اونها خواست که به توحید الله متعال بپردازند و اگر شک دارند در اینکه این کلام الله متعال است به مانند آن را بیاورند. در این آیه 26 الله متعال یک شبهه پاسخ میداد. بعد از این که الله متعال این قرآن رو کلام الله متعال معرفی فرمود و فرمود اگر شک دارید سوره‌ای به مانند آن بیاورید، و قبل از اون در وصف حال منافقان مثالهایی زده شده بود تا داستان آنها را و وصف حال آنها را بهتر درک بکنیم. منافقان یک شبهه رو مطرح کردند که در شأن الله متعال نیست که مثال بزند و اگر این کتاب کلام الله متعال می بود نباید در او ما این مثال ها رو می دیدیم. مثال زدن در شأن الله متعال نیست. و خصوصا که در آیات نازل شده قبل از سوره مبارکه بقره الله متعال مثال هایی زده بود درباره عنکبوت، مثالی زده بود درباره مگس، وصف حال مشرکان و معبودانشان را برای ما بیان نموده بود. الله متعال در سوره مبارکه عنکبوت آیه 41 فرمود: مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل عنکبوت اتخذت بیتا. وصف حال کسانی که غیر الله را به فریاد میخوانند به امید که آنها کمک به اینها بکنند، حکایت عنکبوتی است که برای خود لانه ای ساخته است. اون تارهایی که عنکبوت تنیده است تا در او به عنوان خانه آرامش بیابد، اما هرگز این آرامش نصیب او نمی شود. وصف حال آنها را الله متعال به عنکبوتی تشبیه کرد و لانه عنکبوت. و در سوره مبارکه حج الله متعال فرمود که یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ای انسان ها مثالی زده شده است، خوب گوش کنید. کسانی را که به غیر الله متعال به فریاد میخوانید ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. نمیتونن مگسی را خلق بکنن. و
و ولو این که همه اونها با هم جمع بشوند. آمدن و عده‌ای گفتن که کلام الله و ذکر نام مگس، ذکر نام عنکبوت، اینا در شأن الله متعال نیست که الله متعال به چنین موجودات حقیری بیاید و مثال بزند. الله متعال این شبهه را برای ما پاسخ میدهد که ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما. الله متعال شرم نمی کند از اینکه هر مثلی را بیان بکند، هر مثالی بخواهد میزند، هر مثالی بخواهد مطرح میکند، چون مثال برای تبیین معنا مطرح می شود و الله متعال از بیان حق، از بیان حقیقت هیچ ابایی ندارد و چرا باید شرم بکند الله متعال از اینکه مثالی بزند؟ کسی شرم میکنه که کاری را انجام بدهد که در شأن او نیست و الله متعال هیچ وقت کاری انجام نمیدهد که در شأن الله متعال نباشد. ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما. اینجا بهتر است که توقف بشود. مثلا ما، هر مثالی، الله متعال هر مثالی که بخواهد میزند. بعوضة فما فوقها. حتی اگر بخواد پشه رو مثال بزنه، پشه رو مثال میزنه. این پشه در دید شما موجود بسیار حقیری است، ولی الله متعال هدف از این مثالی که زده شده است، پشه، مگس، عنکبوت، شما اینا رو حشراتی میبینید، موجودات بسیار ناچیزی میبینید. خب الله متعال به خاطر اینکه کار شما را و حقارت کار شما را و زشتی کار شما را نشان دهد و کوچکی کار شما را که فکر میکنید کار بسیار بزرگی است، یک موجودات بسیار کوچکی را که در دید شما حقیر هستند مطرح میکنه تا حقیقت بهتر مشخص گردد. ولی نزد الله متعال این موجوداتی هستند که در خلقت آنها شگفتی بسیار عجیبی وجود دارد. بعوضة فما فوقها، پشه‌ای باشد، یا فما فوقها، یا بالاتر از پشه، بالاتر از پشه، فما فوقها، فوق یعنی بالا. فما فوقها دو معنی میده. یک معنیش این هست که فما فوقها یعنی اینکه بالاتر از پشه باشد در جثه و جسمش، یعنی بزرگتر باشد. بزرگتر از پشه باشه یا کوچکتر از پشه باشد فرق نمیکنه برای الله متعال. همه مخلوقات الله متعال هستند و همه اینها شگفتی های در خلقت آنها وجود دارد. معنای دیگر فما فوقها به معنای این هست که اگر ما صفت پشه رو که همون حقارت است در دید انسان ها مد نظر قرار بدهیم، الله متعال میفرماید که حتی اگر کوچکتر از پشه هم باشد، ضعیفتر از پشه هم باشد، موجودی ریزتر از پشه هم باشد، مثال بخواهد بزند میزند. الله متعال و هیچ شرمی برای بیان این مثال ندارد، زیرا الله متعال اینها را خلق کرده و همه موجودات الله متعال هستند. ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، پشه‌ای باشه یا بالاتر از پشه. برخی اشاره‌ای کردن به اینکه فما فوقها اشاره دارد به آن موجود ریزی که بالای بدن پشه زندگی می کند و اشاره کردن که این اشاره لطیفی است به آن موجود هم که با چشم دیده نمی شود و با ذره‌بین های بسیار بزرگ میشه اون رو مشاهده کرد و نشان از دقت تعبیر این آیه دارد. خود پشه رو هم درباره اون بسیار صحبت کردن اندیشمندان و دانشمندان درباره اینکه این پشه چگونه خلق شده است و جزئیات بدن پشه و توانایی هایی که دارد و امکاناتی که الله متعال در وجود پشه گذاشته، 3 تا قلب دارد و این موجود دستگاه راداری دارد برای تعیین گرمای منطقه و محیط و میتواند که در تاریکی مطلق هدف خود رو پیدا بکنه. از روی دمای بدن او رادار حرارتی دارد و لابراتواری داره برای تعیین انواع خون ها. هر خونی رو استفاده نمیکنه، این خون به دردش میخوره یا نمیخوره و تیغ هایی که استفاده میکنه برای ایجاد یک شکاف برای پمپاژ خون به بدن خودش و ماده ای که اونجا تزریق میکنه برای بی‌حس کردن در اون لحظه‌ای که خون رو میمکه و او رو در لابراتوار بدن خود، آزمایشگاه بدن خود او رو بررسی میکنه به دردش میخوره یا به دردش نمیخوره، اگه به دردش خورد میگیره، به دردش نخورد نمیگیره و شگفتی هایی که در خلقت این موجود وجود دارد و کتاب ها نوشته شده در این باب و صحبت ها شده است. یک نکته ای که قابل اهمیت است این است که هرچه مخلوقی ریزتر و کوچکتر باشد نشان از عظمت خلقت او دارد. ما در بین مخلوقات اگر مخلوقی خیلی 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 بزرگ باشد یا خیلی 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 کوچک باشد،
از اون حالت طبیعی برای ما فراتر برود نشان از عظمت در شگفتی است. ما همیانان وقتی کسی یک چیز خیلی بزرگی درست میکنه میگیم ماشاءالله، چه هنری به خرج داده، چه زحمتی کشیده این فرد برای اینکه این رو ایجاد بکنه و درست بکنه. یا اگر شیئی بسیار ریزی درست بشه باز هم نشان از دقت داره، نشان از تکنولوژی داره، نشان از تجربه داره. برای الله متعال هم یکسانن، برای الله متعال هم یکسانن. و اگر کسی بیاید و همچین اعتراضی رو مطرح بکنه که چرا الله متعال موجودات حقیری به مانند مگس و پشه و عنکبوت رو مطرح کرده است، اعتراض نشان از ناآگاهی او دارد، زیرا شگفتی هایی در خلقت اینها وجود دارد که نشان از قدرت خالق آنهاست. ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما. الله متعال شرمی ندارد از اینکه یک مثالی بزند برای تبیین معنا و در آن مثال از موجوداتی که خلق کرده ذکر نامی بکند. بعوضة فما فوقها، پشه‌ای باشد بالاتر از پشه، بزرگتر از او، ریزتر از او، کوچکتر از او. فاما الذین آمنوا، کسانی که به الله باور دارند، فیعلمون انه الحق من ربهم، میدانند که در این مثالی که زده شده است یک معنایی نهفته است که آن معنا مفهوم برحقی است از جانب الله متعال. فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم، اگر درک بکنن مفهوم رو بفهمن که خب بهتر، اگر حتی متوجه مفهومم نشده باشن میدانن که در این مفهوم یک حقیقتی است که این حقیقت از جانب الله متعال است. انسان وقتی مخاطب خود را بالاتر از خود ببیند و صحبتی از او بشنوه و نفهمه، خود رو متهم میکنه، میگه که اون در درجه بالاتر از من است، در علم، در فهم، در درک، در تجربه و حتما یک چیزی میداند. من نفهمیدم که او منظور او چیست، مراد او چیست، و میاد و سوال میکنه و میپرسه، خود رو متهم میکنه. اما اگر طرف مقابل خود رو هم سطح خود یا پایینتر از خود بداند، اون موقع اگر حرفی رو شنید اعتراض میکنه و نمیپذیره و قبول نمیکنه. انسان مؤمن الله متعال رو بسیار 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 بالاتر از آن میداند که خدای خود را، خالق آسمان ها و زمین رو متهم بکنه در کلام او. اگر نفهمد خود رو متهم میکنه. فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم، کسی که آسمان ها و زمین رو با این عظمت خلق کرده، من رو خلق کرده، هر آنچه که از علوم وجود داره مجموعی از قوانینی است که الله متعال قرار داده است، نمیآید که کلام الله متعال رو زیر سوال ببره، بگین با عقل من جور در نمیآید. عقل خودش رو متهم میکنه، نه خالق آسمان ها و زمین رو. و اما الذین کفروا، اما کسی که کافر است، منافق است، فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، میگوید که الله متعال از زدن این مثال، از گفتن این کلام چه هدفی داشته است، چه میخواسته است، خواسته الله چه بوده است از اینکه این مثال رو زده. اعتراض میکنه، قبول نمیکنه، نمیپذیره. ماذا اراد الله بهذا مثلا، الله متعال میفرماید که این مثال ها وقتی زده میشود، اون کسی که باور داره ایمانش بیشتر میشه. یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا، در مقابل کسی که ایمان نمی آورد، اصلا نمیخواد بپذیره، قبول نداره که این کلام الله متعال است، الله رو قبول نداره، اصلا در زندگی او مفهومی به نام الله، به نام خدا تعریف شده نیست، باور نداره، وحدانیت الله متعال رو قبول نداره، خالقی رو اصلا به عنوان الله متعال قبول ندارد. خب این انسان رو شما هر چقدر به او بگویید فایده ای ندارد و این کلام رو هم وقتی بشنود یضل به کثیرا، الله متعال با این مثالی که میزنه دیگه عده‌ای رو گمراهتر میکند، نه که اونها رو الله متعال به زور گمراه کند، چون خود اونها همچین مفهومی رو نپذیرفتن، این سبب عناد اونها میشه بیشتر. کلام الله متعال رو به تمسخر میگیرن، زیر سوال میبرن، نمیپذیرن، رد میکنن و این سبب گمراهی بیشتر آنها میشود. و یهدی به کثیرا، و با این مثال ها خیلی ها رو هدایت میکنه. خیلی ها گمراه میشن، خیلی ها هدایت میشن. مجموعه کسانی که گمراه میشن خیلی هن، مجموعه افرادی هم که هدایت میشن خیلی هستن. اینجا کثیرا به معنای تعداد افرادی است که هدایت میشن و تعداد افرادی است که گمراه میشن. هر دو مجموعه زیادی هستند. اما در مجموع اگر قیاس بکنیم، کسانی را که گمراه میشوند
نسبت به کسانی که هدایت میشوند بیشتر هستند، چون که گمراهان عادتاً در قرآن کریم میبینیم که وقتی که صحبت میفرماید از هدایت و از ضلالت، تعداد افرادی که گمراه شدند بیشترند. و این تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. و اگر پیرو بسیاری از مردم زمین باشید، انسان‌هایی که روی زمین زندگی میکنند تو را از راه الله متعال گمراه میکنند و به در میکنند. یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا. این مثال بستگی به خود فرد داره. اگر مؤمن باشه، اگر باورمند باشه، ایمان او را اضافه میکنه. اگر دشمن باشه، اگر معاند باشه، اگر نپذیره، اگر با پیشفرض قبلی بیاید به میدان، اگر با یک موضع‌گیری قبلی وارد میدان شود، از همون ابتدا بگه خب این آیه قرآنه، این کلام خدای مسلمان هاست، نه من قبول نمی کنم. از همون ابتدا در فکر و تعقل و تفکر رو به روی خود میبنده. به همین خاطر سبب میشه که ایمان نیاورد و هدایت نشود. و من یضل به الا الفاسقین. عده مطال باز تفسیر بیشتری به ما میدهد درباره این کسانی که گمراه شدند، این کسانی که فاسق هستند، این کسانی که بهره مند نمیشوند. و من یضل به و گمراه نمیشوند با این مثال ها، با آیات قرآن کریم، الا الفاسقین، مگر کسانی که فاسق هستند. فاسق از فسق گرفته شده. کلمه فسق به معنای خروج است، خارج شدن یک شی. در لغت فسق به معنای خارج شدن است و در اصطلاح به کسی که از اطاعت الله متعال خارج می شود به او می گویند فاسق. الله متعال در قرآن کریم در داستان سجده ملائکه به آدم علیه السلام می فرماید و قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس در سوره مبارکه کهف. وقتی که الله متعال امر کرد به ملائکه که سجده کنید به آدم، همه سجده کردند به جز ابلیس. البته ابلیس جز ملائکه نبود و تفصیل آن در این باب خواهد آمد در برنامه بعدی و در آیاتی که درباره سجده ملائکه بر آدم هست در همین سوره. در آن سوره، در سوره کهف میفرماید ففسق عن امر ربه. کلمه فسق استفاده میشه. ففسق عن امر ربه، خرج، خروج کرد از دستور الله متعال، خارج شد از دستور او، یعنی اطاعت نکرد. کلمه فسق به معنای خروج است. فاسق به کسی گفته می شود که خروج می کند از دستور الله متعال، خارج می شود از اطاعت دستورات الله متعال. اگر ایمان رو قبول نکرد، خارج شد از ایمان بر الله متعال، می شود فاسق. این بزرگترین نوع فسق است، فسق اکبر نامیده می شود و کافر میشه. فسق درجاتی داره و مراحلی داره. کسی که ایمان نیاورد بر الله متعال فاسق است و خروج کرده از دستور الله متعال. کسی که گناه انجام میده، گناه کبیره انجام میده، این هم خودش یک فسق است. گناه کبیره خودش یک نوع فسق است. گناه صغیر خودش یک نوع فسق است. هر گناهی رو فسق نامیده می شود. هر گناهی فسق نامیده می شود. اگر این گناه بزرگ باشه به مانند کفر، خب فسق اکبر است. اگر مراحل پایین‌تر باشه باز فسق اصغر نامیده می شود. ما فسقی داریم که خروج از دین است. کسی که ایمان نمی آورد خروج از دین است، خروج از ایمان بر الله متعال. اینجا مراد همین گروه هستند، کسانی که از دستور الله متعال خارج می شوند و قبول نمی کنند. این عده کسانی هستند که ایمان نیاوردن بر الله متعال. الفاسقین، خود کلمه الفاسقین باز اسم فاعل هم هست، یعنی اینکه کسانی که فسق صفتی از وجود آنها شده است. اسم فاعل، اسم در لغت عرب دلالت بر ثبوت و استمرار بر یک شیء دارد. یعنی اینکه اینها کسانی هستند که پیوسته در زندگی فسق انجام میدهند. یعنی این صفت لازمه وجود اینها شده، استمرار دارد، همیشه هست و دست بر نمیدارند از فسق، از فجور، از گناه، از معصیت، از مخالفت با دستورات الله متعال. طبیعتاً هر چقدر فرد گناه بیشتری انجام بدهد، بهره مندی او از آیات قرآن کریم، از مفاهیم قرآن کریم کمتر است. هر چقدر بیشتر گناه بکنه فرد، کمتر بهره مند میشه، کمتر استفاده میکنه، کمتر آیات قرآن کریم روی او اثر میگذارد. به همین خاطر فرمود و ما یضل به الا الفاسقین، و فقط فاسقان رو الله متعال فرمود که بهره مند نمیشوند از این آیات و استفاده نمیکنند. در ادامه الله متعال برای ما فاسقین رو معرفی میفرماید. این فاسقین چه کسانی هستند؟ در آیه بعد میفرماید الذین
ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض. 3 تا صفت رو برای ما ذکر میکنه در تعریف معنای فسق. در ابتدا فرمود که این مثال سبب گمراهی یک عده می شود و فرمود این عده کیا هستند؟ فاسقین هستند. باز همین توضیح بیشتر و بیشتر می شود. چه کسانی گمراه می شوند؟ فاسقین. فاسقین چه کسانی هستند؟ بیشتر توضیح می دهد در مثال در این آیه الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، کسانی که نقض می کنند، کسانی که می شکنند عهد الله، پیمانی را که با الله بستند، من بعد میثاقه، بعد از تأکید الهی بر این پیمان، بعد از این که الله متعال تأکید فراوان دارد برای پیمانی که اینها با الله متعال بستند، اما اینها اون پیمان را می شکنند. ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، با وجود تأکید الهی بر این پیمان که مبتنی بر ایمان بر الله متعال و ایمان به پیامبران الهی است، اینها اون پیمان رو نادیده می گیرند. در سوره مبارکه اعراف الله متعال برای ما از یک حکایت عجیبی صحبت می‌فرماید که در اصطلاح دینی برخی از مفسرین آن روز را از یک روزی صحبت می‌کند در الله متعال که قبل از ورود ما به این عالم، به این دنیا اتفاق افتاده است و اون روز رو به نام روز الست از آن یاد می‌کنند و این کلمه الست برگرفته از این آیه در سوره مبارکه الاعراف هست. آیات 171 به بعد از این سوره الله متعال می‌فرماید و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلی شهدنا ان تقولوا یوم القیامة انا كنا عن هذا غافلین. و بیاد آور آن روزی را که من الله با عظمت تمام ذریه آدم را، ارواح تمام کسانی که به روی زمین می آمدند قرار بود بیایند و از ابتدا تا انتها تمام انسانها را، ارواح روح آنها را قبل از ورود به دنیا الله متعال می‌فرماید من جمع کردم و خطاب به آنها گفتم الست بربکم، آیا من پروردگار شما نیستم؟ آیا من الله با عظمت پروردگار شما نیستم؟ همه ارواح فرزندان آدم رو الله متعال می‌فرماید من جمع کردم و از آنها این عهد و پیمان را گرفتم الست بربکم. این کلمه الست آیا نیستم، این رو به عنوان روز الست از او یاد میکنن علما و مفسرین. الست بربکم، آیا پروردگار شما نیستم؟ قالوا بلی شهدنا، گفتن بله پروردگارا، ما شهادت میدهیم که تو پروردگار ما هستی. تمام ما انسان ها روزی در آن میدان که فراموش کرده ایم و از یاد برده ایم ایستاده ایم و در پیشگاه الله متعال اعتراف کرده ایم به وحدانیت الله متعال. خب حالا این سوال اگر مطرح بشه که چرا یاد ما نیست؟ اون روز ما همین الان 10 سال پیش یاد ما نیست، 20 سال پیش یاد ما نیست، اتفاقاتی که برای ما افتاده در کودکی رو که اصلا به خاطر نداریم، با وجود اینکه در 2 سال اول 3 سال اول زندگی فیلم هایی هست از حیات ما و زندگی ما، عکس هایی هست، حالا اونایی که عمرشون بیشتر عکس هایی هست، نسل جدید ما که همه لحظه به لحظه فیلم های اونها هست. با این وجود ما خیلی چیزها رو به یاد نمیآوریم. کمتر کسی وجود داره که یادش باشه 2 سالگی 3 سالگی یادش باشه، 2 سال اول زندگیش در دوران شیرخوارگیش یادش باشه، چه برسه قبل از اینکه ما به دنیا بیاییم و آن روزی که الله متعال یاد میکند برای ما. آنجا از همه انسان ها عهد و پیمان گرفتن الله متعال و اون عهد پیمان همون چیزی است که ما به عنوان فطرت الهی از اون یاد میکنیم. رسول الله علیه السلام فرمود انسان ها وقتی به دنیا می آیند با فطرتی سالم به دنیا می آیند، با فطرتی مبتنی بر توحید الله متعال به دنیا می آیند و این خانواده او هستند، دور و بری های او هستند و این جامعه است که او رو یا یهودی میکنه یا مسیحی میکنه یا نصرانی میکنه و اون رو شکل میده و این طرف و آن طرف میبره. اما وقتی که به دنیا می آید سالم است. الله متعال اشاره میفرماید کسانی که اون عهد و پیمانی رو که الله متعال با اونها بسته بود، از اونها گرفته بود، با توحید خالص به دنیا آمدن، با فطرت سالم به دنیا آمدن و بعد از به دنیا آمدن هم انبیای الهی، دعوتگران به توحید اون رو یادآوری کردن برای او و به او گفتند، اما اینها نپذیرفتند، اینها قبول نکردند. ینقضون عهد الله من بعد میثاقه. اگر کسی این سوال رو بپرس، اگر کسی بگوید خب کسی که فراموش کرده روز الست رو به خاطر ندارد و خانواده و جامعه در کودکی او رو به سمت دیگری برده‌اند، جرم این چیست؟ چرا باید این انسان از جمله کسانی باشد که
جزء فاسقین باشد و از جمله کسانی باشد که گمراه می شود. الله متعال می‌فرماید و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. در سوره مبارکه اسراء می‌فرماید من الله و عظمت هیچ کسی را عذاب نخواهم کرد تا آن لحظه‌ای که به سوی او رسالت من نرسد. اگر انسانی وجود داشته باشه که این انسان دعوت انبیای الهی به او نرسیده باشد، مطلع نشده باشد، خبر نداشته باشد، نشنیده باشد، ندیده باشد و هیچ ارتباطی نداشته باشد با موحدین، با دعوتگران اسلامی، اسمی از اسلام نشنیده، از قرآن نشنیده، نمیداند اسلام چیست، مسلمان ها کی هستند، ارتباطی با آنها نداشته و فرصتی نکرده، به همین خاطر نتوانسته که حقیقت توحید رو درک بکنه، به او گفته نشده. الله متعال میفرماید من این افراد رو که ما به عنوان عذر بالجهل از او یاد میکنیم، اون جاهل است و ناآگاه بود، الله متعال میفرماید من عذاب نمیکنم. اما کسانی هستن که اونها گفته میشه، اونها خوانده میشه، آیات قرآن اونها خوانده میشود، رسالت انبیای الهی و علما و دعوتگران به اونها میرسانن اما قبول نمیکنن. الله متعال میفرماید اینها کسانی که عهد و پیمان الهی را بعد از تأکید فرمان الهی، بعد از تأکید الهی مبتنی بر اطاعت از دستورات الله و پیامبران الهی نادیده میگیرند، ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، عهدی که با الله متعال داشتن اینها را میشکنند و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، و قطع میکنن آنچه را که الله متعال امر کرده تا وصل بکنن، ارتباط با الله متعال، ارتباط با پیامبران الهی، ارتباط با کتاب‌های آسمانی، ارتباط با پدر و مادر، خانواده، خویشاوندان، صله رحم، همه این رابطه‌هایی رو که الله متعال امر کرده تا اینها وصل بکنن، اما اینها وصل نمی‌کنن، اما اینها قطع می‌کنن. برای اینها مهم نیست، صله رحم برای اینها مهم نیست، پدر و مادر، ارتباط با پدر و مادر، احترام پدر و مادر، احترام به والدین، احترام به همسر، احترام به فرزند، ارتباط با فرزند، ارتباط با خانواده و همین ارتباط با خود فرد با نفسش، ارتباط با روحش، ارتباط با او با جامعه، همه اینها رو قطع میکنن. برای اینها مهم نیست، خط سرخی برای خود مشخص نکردن، حریمی برای خود مشخص نکردن. و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض، و در زمین فساد میکنن. فساد ضد اصلاح است، ضد همان، یعنی اصلاح و صلاح ضدش میشه فساد. فساد میکنن. فاسد شدن در فارسی ما کلمه فساد رو استفاده میکنیم و مثلا میگیم یک شیء فاسد شد. فاسد شد یعنی چی؟ یک شیء فاسد شده، یک غذای مثلا فاسد شده، میوه‌ای فاسد شده، یک شیء رو میگیم فاسد شده، یعنی این دیگر به درد آنچه که برای او درست شده بود نمیخورد. یک هدفی از ساخت این شیء بوده است، یک هدفی بوده، یک فلسفه‌ای بوده، یک غذای درست شده، یک میوه‌ای رو بالاخره در باغی درست شده است، آورده شده. هدف این بوده که مفید واقع بشه برای جسم انسان. هدف این بوده که این سودی برساند برای جسم انسان. و اما این فاسد شده. الان دیگر اون هدف اصلی خارج شده. این به درد نمیخوره. این صلاح ندارد. این فساد دارد. این صالح نیست برای خوردن. این فاسد است. دقیقاً همچین معنایی رو ما در بحث فساد در این آیه داریم. و یفسدون فی الارض. فاسد کسی است که کارهای انجام میده که برای اون کار خلق نشده است. گناه انجام میده. هر گناهی یک فساد است. زیرا انسان را الله متعال برای اصلاح روی زمین فرستاده است، برای آبادانی زمین فرستاده است، برای ایجاد حیات و زندگی در زمین فرستاده است، برای ایجاد مفید بودن و مفید واقع شدن فرستاده است و تمام قوانین رو که الله متعال قرار داده است در همین راستا است. برای اصلاح روی زمین است، برای جلوگیری از فساد و تباهی است، برای جلوگیری از بین رفتن است. کسی که از جاده اصلاح خارج میشه و در مسیر فساد قرار میگیره و در مسیر تباهی قرار میگیره، هر گناه یک فساد است و فساد میکنه. الله متعال میفهمه این طبیعتا این انسانهایی که طبیعت اونها فاسد شده، این انسان دیگر احساس نداره. ما مثلا بینی ما بعضی وقتها، مثال خیلی ساده تر برای تقریب معنا، ما وقتی که دچار بیماری سرماخوردگی میشیم یا زکام، بینی ما اون حالت خود رو از دست میده. یک بیماری به سراغ ما آمده که بینی ما دیگه احساس ندارد. ما در همین بیماری کرونایی که در نوردید ما و شما رو در سالهای ما رو مشغول کرد با خود، یک از علائم این بیماری این بود که میگفتن که بویایی و چشایی رو، حس مزه رو از انسان میگیره. مزه نمیکنه دیگه، اصلا مزه معنایی نداشت. کسانی که با این بیماری مبتلا شدن هر چی میخوردن مزه نداشت، بو احساس نمیکردن. یک بیماری وقتی که به سراغ جسم انسان میاد، اون توانمندی ها رو از انسان میگیره.
انسانی که فاسد شده، انسانی که در فساد غرق شده است، اون موقع دیگه لذت نمیبره، اون موقع از عبادت لذت نمیبره، اون موقع دیگه خدا برای معنایی ندارد، اون موقع دیگه حتی دلایل رو برای شما مطرح میکنید نمیپذیرد. نصیحت همه عالم به گوش او باد است، نرود میخ آهنین در سنگ. این قلبش سنگ شده. در مطال اینها رو میفهمد ثم قسد قلوبکم من بعد ذلك فهی کالحجارة او اشد قسوة. قلب‌های اینا سفت میشه و سنگ میشه. اینها کسانی هستند که بهره‌مند نمیشوند. خلاصه این دعای این است: انسان‌هایی که دچار بیماری‌هایی میشوند، بیماری فساد، گناه، شهوت، حب شهوت، خودشون رو گم میکنن، نمیدونن برای چی روی زمین آمدن، مثل یک حیوانی دوست دارن زندگی بکنن، الله خودشون رو از یاد بردن. این انسان‌هایی هستند که برامون تاثیر هم نمیکنن. آیا قرآن هم برای شما بخونی براش هیچ فرقی براشون نمیکنه. بعد از ذکر و پاسخ به این شبهه درباره قرآن کریم و کلام الله متعال، یک بازگشت دوباره است به اون ندایی که در آیه 21 آمد: یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ای انسان ها پروردگار خود را عبادت کنید. اینجا الله متعال میفرماید آیه 28 کیف تکفرون بالله، چگونه شما بر الله متعال کافر میشید؟ یک گلایه از انسان هاست: ای کسی که تو قبول نداری الله متعال رو، ای کسی که تو برای خودت خدایی تعریف نکردی، کیف تکفرون بالله، مگر میشه تو الله متعال رو انکار بکنی؟ چطور کافر میشی به الله متعال؟ چطور قبول نداری وجود خالقی برای آسمان ها و زمین رو؟ چطور قبول نمی کنی که الله هست، خالقی هست، خدایی هست، حساب کتابی هست؟ و کنتم امواتا، تو خودت به مانند یک مرده ای بودی. کنتم امواتا فاحیاکم، تو شما رو زنده کرد. انسان ها، ای کسانی که قبول نمی کنید الله متعال رو به عنوان خالق خود، مدیر مدبر آسمان ها و زمین، رازق خود، ولی نعمت خود، فریادرس خود، تو خودت مرده ای بودی، نبودی. اینجا امواتا و کنتم امواتا، شما مانند مرده ای بودید، یعنی عدم رو به معنای مرگ اینجا الله متعال ذکر می‌فرماید. شما در عدم بودید. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، دورانی بر انسان گذشته که اصلا هیچ چیز قابل ذکری نبوده است. من و شما چند سال عمر داریم، 2 سال بهش اضافه کن. آنچه که عمر داری 2 سال به او اضافه کن به عمر خودت. اگر 20 22، اگر 40 42، اگر 50 52. اون موقع ببین 52 سال پیش، 42 سال پیش، 22 سال پیش کجا بودی؟ من و شما 2 سال قبل از تولد خود کجا بودیم؟ هیچ وجودی نداشتیم. الله متعال میفهمد تو کریم بشین ای انسان، به خودت فکر بکن. قبل از تولد خودت تو کجا بودی؟ تو مثل یک مرده ای بودی، اصلا وجود نداشتی. من تو رو به وجود آوردم. من تو رو آوردم، من الله بعضی من تو رو به این دنیا آوردم. حالا اون بحث در قرآن کریم مفصل درباره خلقت صحبت میشه، مفصل صحبت میکنه الله متعال در آیات مختلف. هر وقت رسیدیم بهش درباره‌اش تفصیل صحبت میکنیم. مراحل خلقت رو از نطفه‌ای که می آید و بعد تبدیل میشود به یک گوشت لخته شده، بعد این خون لخته شده، بعد به گوشتی تبدیل میشه، بعد استخوان بر او پوشیده میشود و بعد از شکم مادر خارج میشه و بعد کودک است و بعد طفل است و نوزاد است و بعد کودک میشود و نوجوان میشود و جوان میشود. تا این مراحل رو طی میکنی. کم این چیزها رو فکر بکن. تو کجا بودی خودت؟ توی که امروز منکر وجود الله متعال هستی، آیا تو خودت خالق خودت هستی؟ خودت رو به وجود آوردی؟ نه. 200 سال پیش، 150 سال پیش، 200 سال پیش هیچ کدوم از انسان‌هایی که الان روی زمین هستن نبودند. این زمین 200 سال پیش هیچ کدوم از انسان‌هایی رو که الان روی قدرت نداشت. کنتم امواتا فاحیاکم، شما رو زندگی آورد، شما زنده شدید. ثم یمیتکم، دوباره شما رو مرگ میدن، دوباره میمیری، دوباره از این دنیا میمیری. نبودی، آمدی و سپس میروی. مرده ای بودی، در عدم، هیچ وجود خارجی نداشتی، الله متعال تو رو به وجود آورد. ثم یمیتکم، دوباره میمیری. یک روزی از این دنیا خواهی رفت. تنها حقیقتی که هیچ انسانی روی زمین منکر آن نیست حکایت مرگ است. خیلی منکر وجود الله متعال هستن، منکر وجود خالق برای آسمان ها و زمین هستن، اما مرگ رو هیچ کس انکار نمیکنه. شما 3 مرحله رو طی کردید که هیچ کدام از شما این 3 مرحله رو انکار نمیکنید. یکی مرحله نبودنت، و دوم مرحله‌ای که الان هستی، و سوم مرحله‌ای که میمیری. همین الان انسان‌هایی هستند که 1 سال بعد به دنیا میآیند، 2 سال بعد به دنیا میآیند، نبودند. و همه این 3 مراحل رو داری میبینی ای انسان. میبینی مراحل کمی الان فرزند تو، برادر کوچکتر تو، خواهر کوچکتر تو، اطفالی که همین امسال چند ماه قبل، چند روز قبل به دنیا آمدن یا قرار است به دنیا بیایند، اینا هنوز وجود ندارند.
دیدی خودت رو و حیات دور برت رو میبینی و میبینی که هر روز یک نفری میمیرد از دور بریای تو. 3 مرحله رو قبول داری. مرحله‌ای که نبودی، مرحله‌ای که هستی و مرحله‌ای که دوباره خواهی مرد. چرا مرحله 4 رو قبول نمی‌کنی؟ و آن مرحله این است که ثم یحییکم. کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. نبودی تو را آورد، الان زنده هستی و زندگی می‌کنی و میمیری و دوباره زنده خواهید شد. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. در سوره واقعه الله متعال میفرماید شمایی که خلقت بار اول رو دیدید چرا دوباره خلق شدن رو انکار میکنی؟ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم. آیا اون ذاتی که آسمان ها و زمین رو با این عظمت خلق کرده است قادر نخواهد بود که تو رو دوباره خلق بکنه؟ چرا نمیتونه؟ نمیتونه دوباره همین آسمان ها و زمین رو دوباره خلق بکنه. اون ذاتی که این آسمان و زمین رو به وجود آورده، تو که نبودی، تو که به وجود نیاوردی، شما انسان‌ها که به وجود نیاوردید زمین رو، یک ذاتی به وجود آورده یا نه؟ اون ذاتی که به وجود آورده آیا نمیتواند دوباره به وجود بیاورد؟ کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. 3 مرحله اول رو قبول داری میبینی، نمیتونی انکار بکنی. نمیتونی انکار بکنی که تو قبل از 2 سال قبل از تولدت وجود خارجی نداشتی. نمیتونی وجود الان خودت رو انکار بکنی و نمیتونی مرگ پیش روی خودت رو انکار بکنی. پس مرحله 4 رو هم انکار نکن. دوباره زنده شدن بعد از این هست. ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. بعد از اینکه دوباره در اون عالم پیش رو زنده شدی، ثم الیه ترجعون، دوباره باز میگردی پیش الله متعال، پیش همون کسی که تو را خلق کرده و دوباره برمیگردی پیش او. ثم الیه ترجعون. در آیت دیگر تحشرون هم داره و دوباره حشر میشوید، دوباره جمع میشوید، دوباره برمیگردی پیش همون ذاتی که بار اول از تو عهد و پیمان گرفت. بعد از مرگ کجا میری؟ ما باید بشینیم که با خودمون فکر بکنیم، تفکر بکنیم، تأمل بکنیم که بعد از مرگ چه اتفاقی خواهد افتاد. من که مردم در قبر من رو گذاشتن، چه اتفاقی برای من خواهد افتاد؟ چه کاری با من خواهد شد؟ چه رفتاری با من خواهد شد؟ من در قبر چه برخوردی با من خواهد شد؟ این رو باید مد نظر قرار بدیم. این رو باید حواسمون به این موضوع باشد. ثم الیه ترجعون. سپس پیش الله متعال برمیگردید، تک و تنها برمیگردید. همونطور که تنها به دنیا آمدی، تنها از دنیا خواهی رفت. از شکم مادر تنها لخت و عریان به دنیا آمدی و دوباره به شکم مادر اصلی که زمین است که از او خلق شدی برمیگردید، تک و تنها. دوباره از شکم مادر اصلی زمین دوباره خارج خواهی شد. اینها رو فراموش نکن. ثم الیه ترجعون. برمیگردی پیش الله متعال. آمادگی بگیر، آماده کن خودت رو، بپذیر، قبول کن. بعد از این الله متعال که ما رو به این موضوع یادآوری می‌فرماید که بازگشتی خواهد بود، بعد از اینکه مراحل خلقت انسان رو برای ما مطرح کرد و 4 مرحله رو گفت، نبودیم، هستیم، خواهیم مرد، دوباره زنده خواهیم شد، یک اشاره کلی به کل عالم می‌فرماید و یک منت دیگری بر انسان‌ها به خلقت آسمان‌ها و زمین اشاره می‌فرماید. در آیه 29 می‌فرماید هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا. اون ذاتی است الله متعال، همون ذاتی است که خلق لكم ما فی الارض جمیعا. ایمان بیار به همون ذاتی که خلق لكم، برای شما خلق کرده، ما فی الارض جمیعا، هر آن چیزی که روی زمین است برای شما خلق کرد. الله متعال میفهمد هر آنچه که در آسمان ها و زمین است. روی زمین در این آیه میفهمد خلق لكم ما فی الارض، در روی زمین برای شما خلق شده. در سوره مبارکه انعام آیه 97 میفهمد و هو الذی جعل لكم النجوم، ستارگان رو هم برای شما قرار داده. آسمان ها و زمین رو برای انسان ها خلق کرده، برای جن ها خلق کرده. الله متعال میفرماید خلق لكم ما فی الارض، خلق لكم، هر آنچه روی زمین است برای شما خلق کرد. هر معدنی هست، هر حیوانی هست، هر گیاهی هست، هر درختی هست، هر پرنده‌ای هست، هر خزنده‌ای هست، هر چی در دریاها هست، هر موجوداتی که در دریا هستند. لکم خلق لكم ما فی الارض. از این آیه برخی از این کلمه خلق لكم برداشت میکنن که اصل در موجوداتی که روی زمین هست استفاده از آنها حلال بودن هست. اصل در این است که هر چیزی که روی زمین است استفاده از آن حلال است. چون الله متعال میفرماید خلق لكم، مگر اینکه دلیلی برای حرام بودن آن وجود داشته باشد. اصل در اشیاء اباحت است، استفاده از آنچه روی زمین است در اصل. قاعده کلی این است که اصل این است که جایز است، مگر اینکه در آیات قرآن یا احادیث صحیح رسول علیه السلام دلیلی برای حرمت آن وجود داشته باشد. ما در اشیاء اصل در استفاده از آنها اصل در آن
اباحه است، یعنی اینکه حلال بودن است. اما در عبادت ها، اما در اعتقاد اصل بر ممنوعیت است. در معاشرات، در معاملات، هر معامله، هر معاشرتی، هر شیئی که در عالم وجود دارد استفاده از آن جایز است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. اما در عبادت ها، اما در اعتقادات اصل بر ممنوعیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. هیچ عبادتی جایز نیست مگر آن که در قرآن و حدیث صحیح رسول علیه السلام اصلی داشته باشد. هیچ اعتقادی و باوری به عنوان یک اعتقاد دینی جایز نیست مگر اینکه در قرآن و احادیث صحیح رسول علیه السلام اصلی داشته باشد. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. خود همین اگه ما بخوایم صحبت بکنیم، کتاب خانه ها لازم است. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر آنچه که الله متعال خلق کرد. این نشان کرامت انسان است. الله متعال به انسان کرامت داده است که برای او مسخر کرده هر آنچه که در زمین است، معادنی که در زمین هست، گیاهانی که در زمین هست، درختانی که در زمین هست، حیواناتی که در زمین هستند، هیچ کدام نمیتوانند به مانند انسان در دنیا زندگی بکنند. خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء. ثم سپس استوا در قرآن به 3 معنی استفاده شده است. یک معنی تنها، استوای تنها، ولما بلغ اشده و استوى آتیناه حکما و علما. درباره موسی علیه السلام در سوره قصص الله متعال میفرماید وقتی به سن رشد، به سن قوت و کمال رسید. به معنای کمال، استوا به معنای کمال می آید، یک معناش معنای کمال است. ولما بلغ اشده و استوى آتیناه حکما و علما. من بعد از اینکه موسی علیه السلام به سن قوت و کمال رسید، من به او حکمت دادم و علم دادم، دانش و پیامبری دادم. و یک معنا به معنای چی است؟ به معنای کمال است. معنای دیگر استوا وقتی با کلمه علا بیاید، لتستووا علی ظهوره، وقتی که شما بر بالای حیوانات سوار بشید، به معنای بالا رفتن، به معنای ارتفاع است. معنای سوم استوا وقتی با الا بیاید که اینجا در این آیه ثم استوى الی، یعنی قصد، یعنی قصد کرد، یعنی اراده کرد، یعنی توجه کرد. ثم استوى الی السماء، سپس آهنگ آسمان نمود، سپس به سوی آسمان اراده آفرینش آسمان را نمود. الله متعال میفرماید که برای شما در زمین آنچه که هست، اون هسته اصلی آنچه که انسان نیاز داشت در روی زمین را الله متعال میفرماید آفرید. ثم استوى الی السماء فسواهن 7 سماوات، سپس آسمان ها رو 7 آسمان آفرید. آیات دیگری در قرآن کریم وجود دارد که اشاره به این میفرماید که آسمان ها قبل از زمین هم خلق شدند. آسمان ها خلق شدند و تفاصیلی در زمین بعداً اضافه شده است. مجموع این آیات رو مفسرین کنار هم که میگذارند این موضوع برداشت می شود که مراحل خلقت زمین مراحل مختلفی داشته است. آسمان ها را الله متعال خلق کرده است. زمین وقتی خلق شده و آنچه روی زمین خلق شده دوباره باز در آسمان ها اضافاتی آمده است و خلقت تکمیل شده است و مراحل مختلفی رو زمین داشته است و اشاره به این تفاوت این مراحل است. یعنی آنچه که در قرآن کریم وجود دارد که برخی آسمان آفرینش زمین قبل از آسمان، برخی بعد از آسمان اشاره شده، اشاره به همین تفاصیل مراحل مختلف خلقت زمین و تفاصیلی که روی زمین هست می شود. و هو بكل شیء علیم. در پایان الله متعال، در پایان ذکر داستان آفرینش آسمان ها و زمین، الله متعال می‌فرماید و هو بكل شیء علیم، و او به هر چیزی آگاه است. تمام تفاصیل آسمان ها و زمین رو که خلق کرده است میداند. و عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو. در آیه 59 انعام الله متعال برای تفسیر بیشتر این موضوع می‌فرماید که و تمام کلیدهای خزانه های غیب به دست اوست، هیچ کسی جز او نمیداند. و یعلم ما فی البر والبحر، هر آنچه در دریاست، هر آنچه در خشکی است میداند. و ما تسقط من ورقه الا یعلمها، برگی از درختی نمیافتد مگر اینکه الله متعال میداند. و لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، هیچ خشکی، هیچ تری وجود ندارد مگر اینکه نزد الله متعال در کتاب مبین محفوظ و نوشته شده است. تمام ذرات عالم رو، تک تک آنچه در گوشه و کنار این عالم اتفاق می‌افتد الله متعال می‌داند. تمام انسان‌ها، احساسات انسان‌ها، عواطف انسان‌ها، خاطرات انسان‌ها، آنچه در ذهن آنها می‌گذرد، حیوانات، تاریخچه حیوانات، آنهایی که قبلا بودند، آنهایی که الان هستند، آنهایی که بعداً خواهند بود، همین ها را الله متعال می‌داند. و هو بكل شیء
علیم، او ذاتی است که به همه آنچه که خلق کرده احاطه کامل و مسلط است به آن و همه چیز را میداند. به کل شیء علیم، هیچ چیزی نیست در عالم که الله متعال از آن بیخبر باشد. الله متعال همه چیز را میداند. و همینقدر اکتفا میکنیم. در ادامه انشاءالله به همراه شما سروران در برنامه بعدی موضوع خلقت آدم علیه السلام رو باز به تلاوت خواهیم گرفت. بعد از این که الله متعال برای ما از آفرینش آسمان ها و زمین صحبت می‌فرماید در ابتدای قرآن کریم، موضوع آمدن اولین انسان به روی زمین و تاریخچه آمدن ما روی زمین رو برای ما مطرح می‌فرماید تا در همین ابتدای کتابش برای ما تاریخچه دنیا و تاریخچه عمر انسان ها روی زمین رو ذکر بفرماید و اینکه به چه هدفی آمدن و برای چه آمدن و چه باید انجام دهند. از اینکه تا این لحظه بیننده برنامه خودتان بودید از شما سپاسگزارم. در برنامه بعد به همراه شما این آیات رو ادامه خواهیم داد و تا آن لحظه شما رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارتان. عزیزانی که مایل به دریافت این برنامه جهت پخش در کانال‌های خود هستند، با راه‌های ارتباطی زیر مکاتبه نمایند.